خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بخیر. کامنت را میخوانیم. اول کامنت که است نامش چیست؟ decrease indent اشتراک کنیم. چیست؟ decrease indent. توسط این کامنت می توانیم که فاصله بین نوشته و مارجن ختم نماییم یا ختم کنیم. ختم کنیم. فاصله بین نوشته و حاشیه ختم کنیم. از بین میکنه، ختم میکنه، کم میکنه. خب مو از بین بردن است. کنترل پلاس وینکی پلاس ام شارتکتش است. و دیگه کماند است increase indent. فاصله را ایجاد میکنه بین نوشته و در بین مارجن یا حاشیه چی کار میکنه؟ فاصله ایجاد میکنه. وینکی یا ویندولوگی که برش میگه پلاس ام شارتکتش است. कंट्रोल प्लस विनकी प्लस एम कंट्रोल प्लस प्लस एम के कंट्रोल प्लस विनकी प्लस एम नविष्टा को दिगेश कंट्रोल प्लस एम दर्दुश दारा यकिश कंट्रोल दारा दिगेश शिफ्ट दारा इससे क्लास गुफी تو دستم پیش وقت نشستی؟ نزاکت سمنا میکنی؟ جرلندور خب کنٹرول پلس ش پلس ام یا وینکی پلس ش پلس ام. کنٹرول پلس ش پلس ام کے از فاصله چی میکنه؟ ایجاد میکنه. وینکی پلس ش پلس ام کے از فاصله را از بین میبره. یعنی نی فاصله است. زمانی که بخواهی که نوشته تان در ورق یعنی جیش معلوم کنی نوشته مثال این پور ورق است. یک ورق از میشه که از مارجن هم جور کنی. میشه که مثال این معلوماتی طرف میاری. این معلومات از این طرف و طرف میبری. از بالا پایین یعنی اینجا شما میتونی که با شارتکت یا تو با کمند استفاده کرده میتونی. ببینی شاگردان equal control plus مساوی equal RAND 3 paragraph enter. چند پاراگراف دارم؟ 3 پاراگراف. دی پاراگراف ساده سے مامی خیمی پاراگراف باید تنها فاصله باید بگیری. اینجا کلیک کو فاصله میگیره نه باید فاصله ایش ختم شو کدا فاصله کی گرفته ای بٹی دبریس ای که دیکریز کاهش میدم فاصله انکریز افزایش نه. ما یک نفر میگم مکمل معلومات انتخابش کو کنترل پلس ای سلیکشن کی कंट्रोल प्लस विंकी प्लस एम कंट्रोल प्लस श प्लस एम कंट्रोल प्लस विंकी प्लस एम कंट्रोल प्लस श प्लस एम फासला खत्म करना फासला ना इजाद नहीं. कंट्रोल प्लस श प्लस एम खत्म करना कंट्रोल प्लस विंकी प्लस एम फासला ना इजाद नहीं करना. कुराव फासला ini command. हाँ दो command है. एक
کمند کس ای کمند نامش چی داره؟ انکریز ایندنت. انکریز مانا ختم میکنه فاصله. دوم دیکریز کاهش میده، کم میکنه. اینی دیکریز میکنه و اینی چی میکنه؟ انکریز میکنه. این فاصله ختم میکنه و دیگه ایش که از فاصله چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ببینم باز اگر بخوای که تنها یک لاین فاصله بگیره، کنترل پلس تاب یک لاین. اگر بخوای ختم کنی بک سپیس. باز ختم کامل نشریشن یک باشی می باشه یا نه می باشه. این خوی فاصله ببینم این پاراگراف هست یا نیست؟ فاصله ما جور میکنه. این نوشتهش اینجا جمع میشه میبینی؟ از بین نمیره. آفرین. دیگه مثال ببینی اینجا سابق 3 خط بود و حالا 9 خط شده. پس که میخوای فاصله را ختم کنی آفرین. کنترل تاب وین کی پلس آر کدام کنترل است کدام تاب است؟ این کنترل بٹن است، این بٹن تاب است. ببین هر وقت که شما میخوای که تنها اینی لاین کنترل تاب. اگر بخوای ختم کنی پس کنترل پلس بک سپیس زود یا تنها بک سپیس. نه بک سپیس که از خوده بک سپیس یک حرف دلیت میکنه. میبینی کنترل که برش بگیری یک لغت دلیت میکنه. میبینی همیش بک سپیس یک حرف از بین میبره. همبریز بک سپیس اگر شما کنترل بگیرین یک لغت از بین میبره. مشکل نیست. اگر بخوای شاگردایی پاراگراف در پروگرام ورد دینا روز ما برات گفتم چی وقت تبدیل میشه؟ زمانی که انتر کنین. در این پاراگراف خط اول در جه باشه، دیگه خطها باید فاصله پیدا کنه. نو کنترل پلس تی باید بگیریم. خط اول در جه استاد است، پایین خطا و فاصله پیدا میکنه. اگر پس خط میکنی فاصله کنترل پلس ش پلس تی. استاد ای بالا میشه نمیدو دیکریز انکریز کنی. سلیکت کنی نکی نه دیگه نکی. Sorry? Control plus T. Leave the first lane. Gives indent to other lanes. Control plus Sh plus T. Remove water indentation. Yeah, remove indentation. فاصله رشی بگنا از بین میبرن. فاصله میتا و دیگه از فاصله از بین میبرن. میبینه Control plus T. Control plus Sh plus T. مثال اینی که فاصله را مثال ایجاد میکنه کنترل پلس وینکی پلس ام، کنترل پلس ش پلس ام فاصله را ختم میکنه. اگر بخوای اول لین فاصله جور کنه کنترل پلس تی ساری کنترل پلس تاب. اول لین که فاصله جور میکنه کنترل پلس تاب که ختم میکنه کنترل پلس بک سپیس. اگر بخوای اول لین در جه استاد باشه پایین که دیگه لین هست در پاراگراف میشه که یک پاراگراف 5 ورق باشه. معلومات است کنه paragraph is group of sentences which give complete meaning is called what a paragraph. خواله میتونی کنترل پلس تی کنترل پلس ش پلس تی یه دو کمان فهمیدین. خب چیکار میکنه اول؟ decrease indent او increase indent او increase indent decrease indent shortcut چیست؟ پلس وینکی پلس ام او که ختم میکنی ام ام است. فکر میکنم در سر اسکرین ما کم اشتباه نوشته کردم. برق می آمد و برق می آمد و برق می رفت ما اشتباه بود. چرا که ما گشته که ما کار کنم ما میکنم که So decrease indent control plus winky plus m. نه کنترل پلس ش پلس ام. صحیح کنترل پلس ش پلس ام ختم میکنه کنترل پلس وینکی پلس ام فاصله ایجاد میکنه. خوی دو کماند هست یعنی یک کماند که اینجاست فاصله را ختم میکنه، دوم کماند که هست فاصله را ایجاد میکنه. میشه شاگرد این معلومات خو کم است کنترل پلس ای کنترل پلس سی کنترل پلس وی معلومات میشه که قدر باشه. این مکمل انتخابی تنها مابینی پاراگراف در مابینه اینجا ورد دیگه معلومات هر جایست اینجا شکل طرف راست اینجا
مارجان را این طرف باید میشه که پس تجه خود خیر باز در کجا different stuff ساری پیج لیاوت هم اینجا پاس میکنه. بعد از این کماند داریم به نام left to right text direction. left to right text direction. توسط این کماند می توانیم که پاراگراف همراه پاراگراف مارک با طرف چپ انتقال بدهیم. همراه پاراگراف مارک با طرف چپ انتقال بدهیم. دو طرف کنترل و شیفت داریم یا نداریم؟ دو کنترل داریم یا نه؟ یک طرف چپ واقع است، یک طرف راست واقع است. طرف راست ببینید شاگرد اینجا این کنترل شیفت که است به خاطر طرف دست چپ است، این دویش که است به خاطر دست راست. این دو کماند که یک وقت بگیری اینی کماند فعال میشه. اگر دو کماند این طرف یک وقت پرس کنی اینی کماند فعال میشه. حالا برای شارتکت دیگه هم نشته میکنه. این چی بود؟ left کنترل. دوم کماند که است right to left text direction. توسط این کماند می توانیم که پاراگراف همراه پاراگراف مارک با طرف راست انتقال بدهیم. چیکار کرده می توانیم که پاراگراف همراه پاراگراف مارک با طرف راست انتقال بدهیم. عالمیم اینجا شاگرده اگر مردم که در دفاتر کار میکنه میخواه که انگلیسی و دری یک جای نوشته کنه یا انگلیسی و پشتو یک جای نوشته کنه، در بسیار مشکلات مواجه میشه. همون کماند هست. زمانی کماند اینجا معلوم میشه وقتی که شما پرژن دری پشتو اینجا اد کنی، تنها انگلیسی که باشه نمی اینجا. وقتی که شما اینجا یک زبان زیاد کردی اتومات اینجا میداری انگلیش also other language. ببین چی وقت اکولار ایندی کا شروع سے پاراگراف کا مس آپ کو دام دلیں اینجا ما دری هم ٹیپ کریں ش پلس آر چینج د لنگویج که زبان تغییر میکنی چی باید پریس کنی؟ ش پلس آر. میخوایی که پاراگراف تبدیل شود چی باید کنی؟ میخوایی پاراگراف تبدیل شود انتر باید کنی. اگر بخواهی که پاراگراف تبدیل شود نو شما میتونین که انتر پریس کنین. حالا ببینی شکل دما با این نمبر میدم ایدر پر درس داریم نمبر است نیست با این ما نمبر داریم. ما میخوایم که اینجا نمبر است، این نمبر باید این طرف که رایت کلیک کنیم ما دری خو باید از طرف راست شروع باشه. اکثریت مردم چپتر چاپ میکنه ببین نمبر اینجا خورده جور کردن نمیده. این نمبر یا سمبول یا بولیس ایتالیک یا هر چیز که باشه طرف چپ میخوره. کلان مشکل است شاگردا بایی ناگهی نمیخوام که یک سمیه را انتخاب کنه. این خود جای خود است انتخاب است. اینجا بیا اینی کمنت کلیک کن که دری و پشتو باشه از این طرف دیگه نوشته کردن مشان است. اگر بخوایش انگلیش ش پلاس آلت ساری میخوای اینجا انگلیش تایپ کنه ش پلاس آلت بس ش پلاس آلت ش پلاس آلت ش پلاس آلت. اگر بخوای انگلیسی و دری یک وقت تایپ کنه هیچ وقت مشکل جوره. اکثریت مردم که برای ما این مشکل زیاد میگن که ما والله این مشکل داریم یک کاسر می یک جای میره. خب این که تبدیل کردی سامان دو وقت باید همراهی انگشتا باید اسپیس هم پرس کنی چرا که کاسر بفته دستتا که پرس نکنی نمیشه. ش پلاس آلت چینج د لنگویج اسپیس ش پلاس آلت اسپیس. یعنی اگر مکمل معلومات ش پلاس آلت کی طرف میں آنا ش پلاس کنٹرول پلاس شفٹ کنٹرول پلاس شفٹ
اگه اینجا نشد اینجا میبینی؟ تو کلا نمیتونیم وقتی که تو 20 ورق داشته باشیم کنترل ای میکنیم یا 100 ورق داشته باشیم اگر دونه انتخاب بکنیم و نصف یک طرف در بین یک دونه کنیم باشه این تو گاید ورق مثلا از سوال اول جواب مثلا سوال اول این چیز دیگهش داری می باشه ما بگویم که در پشت از اینمی انگلیسی که است از اون سرچ لاین نمبرش پاراگراف نمبرش فارسی باشه اونو فارسیش که است طرف گاید ورق در بین یک دیگه شده باشه یعنی یک قسم معلومات است صحیح عادتی از نمی مثلا فارسی باشه مثال کنترل پلس A کنترل پلس C کنترل پلس هوم تقریبا 27 فرق است این معلومات انگلیسی است گډوډ است تو فکر می لاین بلاین جدا باشه لاین بلاین جدا باشه فهمیدم پاراگراف های جدا باشه پاراگراف های چی باشه جدا باشه جدا باشه حالا میخوای که تنها دری را انتخاب کنی او تنها داری عمل ایجاد باشه مثلا سوال اول جواب اول فهمیدم سوالت در این مثال ما میخوایم که قدر معلومات است ما تنها دری چه قسم انتخاب کنیم خب اینجا کار میکنم ولی منم کنترل پلس A اینجا یک درس برای ما شما درس داده بودم اینجا که بی تنها دری میخوایم که بولد باشه سایزش چقدر باشه مثال سایزش 20 میگیرم صحیح بولد سایزش 20 فونتش هم میتونه اینجا تایم نیو رومان بولد 20 تایم نیو رومان انگلیسی دری تغییر شده نشه حالا ده اینجا استاد میشم استاد که هستم اینجا بیم سلکت سیمیلر تکست بده حالا مکمل تغییر خب انگلیسی را هم حالا تغییر میکنه کنترل پلس A اینجا بیم tab new roman bold شانزده انگلیسی برش مثال ایریال رگولر 20 اکوال नहीं दूसरा मजबूर है जता जता इंतखाब اینجا کاماند است نی اونی تکسار انتخاب میکنه که هم شکل باشه هم فرمت باشه حالا ببین ایده مکمل انتخاب میکنه تنها در این انتخاب نمیکنه در این صورت حالا ما میتونه مجبور هستیم که جدا جدا بریم که کم باشه اینی کاماند جوابش میده کدام کاماند یعنی کاماند مثال این رقم سیمیلر به این معنی که رنگ شینی است اندرلاین است بولد است صحیح با مو شکل یعنی نوشته هم است اینی هم است اینی هم است و اینی هم است اگر ما یک جه استاد باشه مثال اینجا استاد است میخوایم مو شکل دیگه باشه انتخابش کنیم انتخاب میبینی و سیمیلر فرمت هم کردیم مجبور است سری از او باز کار کنی که تبدیل کردی اندرلاین و هر چیز جدا جدا کار کنی باز دو صورت میتونی خب این رقم مکمل یعنی نمیشه خب درس ما شما کس اینجاست اینجا کدام جه اینجا پاراگراف همراه پاراگراف مارک به طرف راست میبره پاراگراف همراه پاراگراف مارک به طرف چاپ میبره دو دانه کنترل شپ داریم طرف راست کنترل شپ شارتکت ایزی کماند است طرف رایت کنترل شپ که است شارتکت دیگه کماند است گرفتان است لفت ساری دیگه کماند داریم به نام شو اند هایت شو اند هایت اینی کماند است صورت میخوانیم خب صورت در زیادتر شو اند هایت توسط این کماند میتوانیم که توسط این کماند میتوانیم که علامه تب
علامه پاراگراف علامه سپیس و هایدن تکست را و نوشته پنهان شدگی را نوشته کدام؟ پنهان شدگی را ببینیم و پس این چیزها را پنهان نماییم. ببینیم و پس این چیزها را چی کنیم؟ پنهان کنیم. شرگرس کنتو پلس ش پلس اشت است. کنتو پلس ش پلس H میکنم کنترل پلس شیفت پلس H هاید میکنم. و شرکت ایزی است ها. هاید میکنه. کنترل پلس ش پلس H هاید شد. کنترل زی کنترل پلس ش پلس اشت نه. مالی باید کار میکنه. مثال ببین اینجا تاب بٹن استفاده شد ما نمیفهم. اینجا علامه است، اینجا سپیس استفاده شد. باز این نوشته شد باز یک نفر آمد تاب بٹن استفاده کرد نه. و اینجا معلومات است، این معلومات یک نفر آمد پنهان کرد. ما نمیفهم که داکومنت چی استفاده شده، با کدام شکل استفاده شده. اگر بخواهید درباره این داکومنت یا این فایل مکمل معلومات ببینید این کامنت کلیک کن. میگه یه علامه تاب است، میگه یه علامه سپیس است، یه علامه پاراگراف است. این نوشته است که زیر سمارت آرت میگه فکرتان است سمارت ایکس دات دات نقطه که آمده چیست؟ سمارت ایکس که آمد میگی هرین تکس است. اینی کامند شاگردان ما آپشن باز هم میخریم که اینجا بیم دیسپلی اینی کامند است. زمانی که چک شد مطلب این است که چک شد. ای سپیس و تاب و هایدن تکست و هایپن و علامه ابجکت و سکشن علامه پیج نمبر و کالم نمبر و تکست رپینگ و کلگی پنهان میکنه پس نشان میده. این زمانی که یک دفعه چک باشه نشان میده که آن چک باشه پس پنهان میکنه. ما چک میکنه باید نشان بده. پس آن چک میکنه ایره پنهان کنه. اگر نشد اینا کم کنترل پلس ش پلس اشت میبینی کنترل پلس ش پلس وڑا اشت. اینی هم یک طریقهشان است و همراهشان است. برگردان است. خب ما امروز میخواستیم که ما شما این مکمل تاب که چقدر درس خواندیم امروز عملی پرکتیس میکنیم. خب نشد. برگردان است. چرا که باید یاد بگیریم. یک درس یاد بگیری دیگر میتونی یک تاب که دقیق یاد بگیری بس پروگرام ورد یاد بگیری. وقتی که یک پروگرام ورد خوب یاد گرفتی بس ما آفیس nothing for you. بسیار باید آسان میشه. اگر با همون تو خواندی و تیر شدی که برو ریکارد کامپیوتر داریم با خانه داریم بس از خوب میشه که پلاش بدی.